تجی چه کار میکنی؟ هیچ بالا آن پاکش دیگه میرفت خان بابا دارم بابا پاکشی رو پاکی باید پاکیشه از این صبح میته میکنم بولو به کجا؟ رو نه همین راسته برو تجی بولو به کجاه؟ چی شد بولو گیلا؟ چی خبر دارم من اینجا با شده خود شما برسید هیچ کسی نه برادر اسلام به تو بگو که متوجه میگی تا سرقی باشه اگه می دستگاه شلی این نگاه دیشن آخی این نگاه نفر باید با بالا سرم شما عدل نمیشین دارید که دکتر قرار دیگه بدین بیاری به سرمی شنیدی دادم این داده ما اوشی از سرمیدی میاردی به سر دکتر میشونی برم به کنار این آیستان آخی گیلک مزدور مانه دو تا گیلک مزدور مانه به بلو همون صبری به بسی وعده کردن تا شو به منجگاه میای یا آتیش میکنه یا شلی تاف میده بابا با گپ آدم نمیفهم هرچی بری نه میگه الف بگه تیا دو تا آدم ها هوشیار فهمیدیم میاردیم من اینا به یاد دو روز سه روز خلاق میشون دل جمع میشونیم دیگه قرآنمه تو عباد لنبوس یک هرچی آدم تو بیری میشه میگی آدم هوشیار کارگر به می دیال بیکار هست که بیای خودی من شلی جوش تفته درختار میگیرم چوبار میتراشونم آدم تیار میکنم میبرم به سر کار تو یک دفعه بابا شاگوله میاردیم عمر خود شلی جوش داره عمر خود شلی جوش داره پای بلند بود رسیده ماما شاگل به تو شلی میتونه چیشای کمبین شلی ها و برشتش از غلچک نمیبینه قرآن جو بیاین بریم به دم کوله بشینیم قرار کرده شما آتش کنید من میام به سر دل چی رو قرار کرده نمیدارم بسیده و تا همی کوره خود خوری یا مل میندازی که بسوزه اینا ایزوم نمایه اینا میده دوری اره نمایه اینا پوخه نمایه اینا پوشکیل چیزی نمایه به یک نفر آدمون 10 کار که نمیتونه بکنم یک کار میتونم دیگه تیز بیاد اگه بولو اون بولو میایه تاکیشته نای نای کرده میایه خود این نافهم بردش بیاد با خود یک اشتا کن بیری که کمشه خورتار تو بری شهلی ها بیا نمایه بیایی برو همین جگاه بشی شهلی جوشه تفته برو همین جگاه شهلی جوشه تفته یا بیا کم خودی کجیر پاکش بیا خوبه بیا کم پاکش بیا بگیر از اون سر شروع کن بیا اینجا با بلوزه بیا تو برادون بخو برادون مشکسات با تعدیل می همین جهت چی ما کار داشتیم همین جگاه رو ساعت بیکه به تو میدم سواد خرد تو را میدم همین جگاه کار کنه پیش ما گیلک مزدور مانونه بر طرف و چپ نمیش لحظو نباش خیانت به کار کنه نکن بیاین بریم بگیر اول همین شلیار تو کش ما خوشه تو کش شروع کن فکر نمیتونه یاد داره یاره دیگه تا این ساعت دیگه نسالک نچ باشه من برم کارو چی کنم تو شهر کنی شروع کنی یا توش اینه که شلی جوش تفته یا رو برم زبان نزی ودم کوره کاتش کنه بولو بیا که ما آره من گیله که پیدا میکنم میام بولو بیا یلا دیرت پا کشیدنه بیا بابا چی کمک تو فرق خودگه شیعات نیش تو نکشتا بولو بابا دارم مردم بولو کبی
عباس اشتنی خیلی سلامت خوشحالی گیلک سلامت گیلک آه یاره اگر افتی پرسی من خبر ندارم میگه زمینا بودم عباس شو برادرم مثل که من تو یک 4 کلمه گپ میگم وقت کاراه خود تو میفهمی که یک نفر به اندازه 10 نفر را با کار کنه همین گیلک برات تو به پیش ما مزدور غیر از اینکه خود چپ کنه غیر از اینکه ایبری بر بره غیر از اینکه کنه فعلگی کنه دیگه هیچ کاری یاد نداره حالا که به دم کاراه جوش کاراه به درد ما نخوره به زمستون که کار نیا به درد ما میخوره تو امیر من نمیگم تو بگو نه رمضان چی بگم همه جیگه ما سر زمینا کار میکنیم هم که صبح می آوردم هم دست خودم شیلیا میزد پوک بدم میداد میجست خادم دل نمیگرفت کار کنه باشه ما گفتم اینجا شلی تاف گفتم باشه خودش برکم دل بگیره کار کنه حالا که شما میل از اون گله نکنه اگه بیاد کار میکنه نمیکنه تو بخوام میره حالا که شما میگم به سلام علیکم چی خبر دارم سکو برو خورد چپ کرده من مال برفتم گلو می بچه ما مال مادرن گپ زدم بیامدم اینجا کار میکنه که جیر برار ما هستم اینجا به سر دیگه شیلی هم سکو برار ما به تو چی میگم برار کار میکنه عرض کار کنه خود ما اگر کار نمیکنه عرض بفهمونیم شیروا کنیم که ما هم بهم زنده روزگار خوب بفهمیم یک گیلک بدم کوره بشی میگه من گرمی دارم میمونم همین مشکل داره تو میگم گیلک برو پس شیلی چفته میگه من نمیتونم با تردیک گیلک چی شاید پاک شیلیار میره پا یه چیز من خودی همی شیلیا شیشتم لغتک بزی میکنه بگم حل دمی تا پاکش همی پا خودم دیگه به صورت همی تا نمیکنه هر چی شیلی و چهار طرفی به جلوی نمی تا پاس میکنه به ایبری با شما از غیر از اینکه این به ما نقص برسونه ما نفع از این نشه گله نشته باشیم به خدا قسم ما مرست رنج شده خیلی میفهمید که کمی ساقی عقل کم کار نمیکنه دیگه همینجا خودش خودی گفته به گیلک جویی تو خودش ما کار کنه شد پول بازی دادم تیتال برو زدم روی الگویز کردم شما نصیحت شما ایران میمونم که شما خودی از این خونه ایشته زنده بیدی کنیم از سلام مجبور خیلی باشه اگه دیگه برو نصیحت بکن بازم از من کرده تو براری نمگه تو گوش میکنه خوبه سعی باش عباس یک دقیقه بس تک برو کار دارم تو اشتنی عباس اینجا بگو سلام بخیری شکر کجا بیدی کجا میری ساز اینا بودم بیانم خونه بیا ببینم پیش تو دکتر ببینم تو کار داشتم من برار تو گیلکه ما برای یک چند روز به سر می دیگه جوشو تاف اینا شیلی ها و سر شیلی اینا با کار داره بیان سعی کنم بیان بگذاری نه برای بگو بیا خود ما اینجا چند روز کار کنه برام گیلک به برام گیلک بس تای منطقه نیستم ده خب کار پیدامشه برادی میاد برام گیلک کار نمیکنه اما بیان رمضان جلوی مگه خود رمضان مزدور کردم خب سرم شیل تاف تا ای شکایت میگه که برات تو کار نمیکنه میگم برو آتش نمیکنه تاف نمیدن پاکش پا نمیکشه گفتم چیکار کنم برام من خودت تو کار میکنه نمیکنه صرف کوتی میکنه از ما این دیگه جوشو تاف اینا دیگه چیزی نیه از رمضان خود جوش تاف دیگه حال نمیاد نه دیگه میگه خدا رمضان دیگه سه که معامله چیکار میشه خرج نه کار میگه خدا رمضان کار خرج خودی زفیر ما این چه کار بندازیم آدم کار بندازیم که کار کنه ما وقت بیکار به خونه برای این گیلک جو برام اینجا بود حداقل پول خرج کسی تو میده خب با سر زمین خودمون کار میکنه کارش خودمون کار کنه کی جا نمیگذارم بله خود شما که زمینا خود اینا کار رمضان بیچاره نتونست خود از کار خود کنه مردم بیگانه کو بیخی نمیکنه حالا هیچ ها آ چی برات ما خوب فکر نفر دیگه شه او بعد نفر بگد نمیتونم کوئی چی عباس دیگه خود رمضان بام زد نرفت بالکن خدا خود شما کار کنه بالکن تو نمازگار خبر بدی که ما فکر دیگه کس نشه خوبه خیر برای کار نداره تنده باشی چاش تا نرو با رمضان میگم کار کرد بالکن خودم شما کار کنه خوبه کجا بیدی گیلا؟ چی؟ تو کجا بیدی؟ برفته بودم تشا تشار چی میستی؟ جاده لیلیمی چی میستی اونجا؟ چی؟ کورتی پست شغال شغالی خب گرگی موزه پلکاشی دیگه 100 تا یخ زده زمستون شده تو حال رد کورتی حالک میدی؟ و نانا میگه اونجا هفته و زلاق برو خوب بخط هفته و زلاق به سر شیلیا
آره کورتی و موزه کسی بفته زلا با برخو میکنه. نه به تا زمستون یخ میزنم. حالا زمستون به کجایه؟ خود زمستون همه تا خونک نیاد شیوا کمپر بالمون نیه. تو زنی فکر کنی وقت نی کشت و کار زراعت ماله. با رمضان جو کار پدرها پرتره. تو وقتی اثر کار وقتی برفتی بخو. نه اینجا نه گفت اکبر پول بداد به مسئله سی مچن سر 60. نه تو پول گفت اثر کار مرده که برو بخو. موزه کورتی بستو. شام بخیر موزه خریدم خود تکتی شغالی و گرگی خلاصه. تو رمضان دیگه چیکار میشه کاریو؟ رمضان. عمر میبره اونجا یک کم میگه تو برو پاکش یا وزیر دیگه شیلی آتش کو یا وزیر جوجه تاف یا وزیر جوجه تاف یا شیلیات دیگه کتر میکنه تا کله میکنه اینا همه شونام و درد آمده بشکار میکنه میارم اینجا میرسم اینا میگه آتش کو همین تا سر میتاشت آتش تندور میره. خب ما چیکار کنم تو خودتو بگو با سر زمینا خودی ما کار نمیکنی میگم گیل بیا خودی ما کار کن دل تو با کار نمیگیره تو رای کردم سر پیش رمضان گفتم بعد کنم اینجا کار دل تو بگیره تو پولم میده پس تو برو به خونه بشین تقریبا نه نخ کو دیگه تو چیکار میکنی خب یاد ندارم نخ کنم. خب پس چی کار داری تو نه خودی ما کار میکنی خودی رمضان خب برای تو به شهر خونو خورم من کویت دیگه تا بکنم به تو بگم که برو کار کویت که حالا وقت پول و خود دوری پولی جمع کن با فکر زنشون با تو حالا کامیت تیز خوب برو به سر دیگ شلی رمضان برو منتظری برو به سر دیگا شلی برو هیچ چی نگه فقط شروع کن به کار خو هر کاری که به تو میگه کار کن خیلی به تو پول میده مفتا کار نمیکنی برو بفهمیدی برو هیچ چی خودی رمضان نمیگی اگه بود اگه نبود هر کاری که به تو میگم کار خود کن برو تماشا کن باشه به تو پول هم میده این کارا خوب بکن بچه خوبی برو تو تاشون بفته و سرخ اینجا شیلی پاکش کجا رفته بودی یک دمیت خیب میزنی؟ چی؟ خب کجا یک دمیت خیب میزنی بیری میشی میری؟ خب نه نگو تک زمستان میشه طوری اخسنه به سر شیلیا برو بخور کرتی بخور کلاکش بخور موزه بخور حال کوانو دون مالگا به زمستون مونده زمستون مال کرتی زمستونی بیاور بمی بازار آشتن یا پوره یعنی تو برفتی حال بخور کرتی زمستونی خریدی؟ زردی 35 ریپیه شغلی و رنگ شغالدش رنگ گرگی و به 65 ریپیه موزه هم بخریدم 80 ریپیه همه با هم کل جمع 160 ریپیه شد میگو رنگ شغلی اشته رنگ کو با ما تشخیص ده رنگ شغلی پست شغال پست گل شغال همیتم رنگ شغال بود پستی و پست شغال بدد برتکه گفتگی پست شغال خیلی تاریخیه میگو به سر یک چوکی ندیدی که چند نفر یخ زده بود برف کوچ آمده بود یخ زده بود نفرات خب حال برف میایه نماده وای غیر از این که بگو خور اثر کار چپ دوم بفهمیدی هفته سرخه البته ما آدم نیو هفته سرخه که به تو نه خب چیه این دیگه گرمی میکنم هفته که به تکلم هم افته که مغز سرم مثل مغز سرمرغ بری قلقل میکنه اگه تو رای کنم وزیر شاله بگم برو میجگاه خوب گوشتا لوکسی اخونه بیاوردن گوشتا کباب بیا هی خب تو میگی گوشتا خوبی اخونه آورده و پا شکمی تا عقل تو خوب میکشه و پا کار که ما یک نفر به چی 10 سالی بیای به اندازی یک آدم کلونه با مال کار میکنه تو عقل تو مثل نمیکشه بگیر اگه اینا روار کرده پا کشی بگیرم این دفعه اگه لگه مزدور مانی بفهمیدی با توی چیه نگم برات تو هم بدیدم بگفتم برای این دفعه اگر با 1 دقیقه بیامدم به سر کار دیدم عمال من عباس ایکا عمال عباس کشت کرد چرا بجیستی چه کار فلانه و اگر این دفعه آمدم خود دیدم به سر کار نی تو از این پشپل سیر پشپل میکنم بفهمیدی هر دیونا روار که پاک هست یک دمه برات شیلیم یک دمه برات کایم یک دمه برات چیم یک دمه برات چیم هم بران مکجیر به چی نادوی نمیتونه آتش کردن بوم مرد بشالی دادمی که تو هر روز گوشه یا من دیگه نانه تو با من هر شغلم پخته میکنه به شغلم من چه کار کنم خاطر پر شغلم میداره من رودام خود شغلم خورده بخوره اما بره به پیش مرسینه گرفتی کنم سعی کنه 3-4 جلنگ شغلم به تشکم من بیخی به خونه شما هر روز تو هفته کباب پخته میشه نیشته نیه جمع پیشتر لنگ ما خریدیم
باش وجود بس قفل مفلاتو